ما در شهر استکهلم پایتخت سوئد به سمت غرب حرکت میکنیم. از تونل نورا لندکن میگذریم. از نزدیک بیمارستان نیا کارولینسک عبور میکنیم که یکی از گرانترین ساختمان ها در جهان به شمار میرود. از طرف چپ مال اف اسکاندیناویا، بزرگترین مرکزی خرید در اسکاندیناویا قامت افراخته است. در فاصله نیم ساعت رانندگی از مرکز استکهلم یک نقطه دیدنی دیگر، فرودگاه ارلندا وجود دارد. همه اینها یک چیز مشترک دارند: فابریکه هویت که به نیروی کار غیر قانونی دسترسی می دهد. پروازتان چگونه بود؟ خوب. یعنی خوب بود؟ بله، تقریبا 2 ساعت بود. زود رسیدید؟ یسیکا یوزفسون خبرنگار تحقیقی شبکه 4 سوئد است. همراه ما سعی میکنیم ببینیم چگونه مهاجران کاری غیرقانونی دستخوش استثمار گروه‌های سازمان یافته جنایی قرار میگیرند. سلام، با ما کارت نقدی برای تلفن همراه در کار است. من خود را شخصی وانمود میکنم که تازه سوئد آمده و میخواهد کاری پیدا کند. میخواهید با نزدیکترین راه بروید یا با اسکالاتور؟ ساعت تقریبا 10 صبح یک روز سه‌شنبه ماه اوگوست است. ما در بندر ورتهمن استکهلم هستیم، از بزرگترین بندرها در سوئد. سلام، من 2 روزنامه‌نگار را آوردم. آنها با منند. گفتم در جریان باشید. حالا کشتی از ریگا به آنجا در سمت راست می آید. طی 1 سال گذشته به حساب ما فقط از همینجا 1700 تا 2000 نفر از آسیای مرکزی با ویزاهای مشکوک عبور کردند. روبرت لینستروم 28 سال است که مأمور پلیس است. 9 سالش را اینجا در ورتهمن گذرانده. حدود 5000 نفر طی فقط 45 دقیقه از اینجا عبور می کند. روبرت لینستروم می گوید که بین این همه گردشگر در این مسیر طی 2 سال گذشته تحول رخ داده که توضیحش دشوار است. تعداد بازدید کنندگان از آسیای میانه به ویژه ازبکستان زیاد شده است. در میان این مهمان ها به علاوه گردشگران معمولی ما بیش از هر چیز بازار کار سیاه را مشاهده می کنیم در مقیاسی گسترده. فقط کافی است به این اطراف نگاه کنید، به ازدحام مردمی که می آیند. گم شدن در انبوه مردم طوری که کسی شما را نشناسد کار دشواری نیست. Svenska? English? Yeah. Kom. Document, please. No, document. Do you live here in Sweden? Tourist. Tourist? Going back today? There. Okay. Thank you. Bye. طبق اطلاع نیروی مرزبانی از این راه بیش از همه شهروندان ازبکستان می آیند. کشوری که 5000 کیلومتر فاصله دارد. ما برخی از آنها را زمانی که وارد کشور شدند دنبال کردیم. اجازه ورود دادیم تا ببینیم که کجا می روند. موردهایی هم هستند که آنها مستقیما به محل کار می روند. یک بار مستقیما به گراژ رفتند و به کار شروع کردند تحت شرایطی که اصلا سالم نبود. چگونه ممکن است کسانی که تازه از کشتی خارج می شوند بدون مجوز بتوانند اینجا کار کنند؟ تحت چه شرایطی؟ من یک سند از اتحادیه اروپا داشتم. این سند جعلی نیست. من در اروپا تهیه کرده بودم ولی دیگر اعتبار ندارد.
ما با مرد ازبک تماس گرفتیم که سال پیش به سوئد سفر کرده است. از او سعید نام میبریم. او در آرزوی زندگی بهتر به اینجا آمده است. به او وعده کرده بودند که میتواند رسما در ساختمان کار کند. زمانی که اینجا آمدم آن شرکت میبایست با ما قرارداد بنده. معامله ما چنین بود. اما بعد از چند بار تأخیر مهلت بود و باش قانونی من سپری شد. به خاطر امنیت سعید و همه افراد دیگری که سرنوشت مشابه دارند و با ما ملاقات میکنند، ما چهره‌هایشان را نشان نمیدهیم. من در یک ساختمان کار میکنم. طبق قانونهای شوئدیا شرکتی که برای آن کار میکند باید برای شما توالت، چای و میکرووالوفکا فراهم کنند. آنها ما را به جایهای میفرستند که چنین چیزها وجود ندارد. ما علاج دیگر نداریم و در آن جایها بدون این وسایل کار میکنیم. به گفته سعید، افرادی که به سوئد می آیند برای دریافت معاش باید حساب بانکی باز کنند. برای باز کردن حساب بانکی شما با شناسنامه نیاز دارید که در سوئد اعتبار داشته باشد. اگر نتوانید از راه قانونی این سند را بگیرید، پس به معامله جعلی ماشین اقدام میکنید. من به چشم خود ندیدم، اما افرادی را میشناسم که با خریدن ماشین شماره ویژه مالیات دهنده دریافت میکنند. برای فهمیدن این که چگونه می شود به معامله جعلی ماشین کارت هویت گرفت، ما با چند نفر صحبت کردیم. اینها نیز مثل سعید برای پیدا کردن کار اینجا آمدند. آنها به ما میگویند اینجا مردی هست که می تواند گره هر مشکلی را در سوئد باز کند. دوستانی من با او ملاقات کرده بودند. من از طریق دوستانم با او شناس شدم. خب شما از طریق دوستانتان با او آشنا شدید؟ بله. خب چی چیزی دربارش گفتند؟ آنها به من گفتند که وی می تواند در گرفتن شماره مالیات دهنده به من کمک کند. با این سند من می توانم کار پیدا کنم، حساب بانکی باز کنم، کارهای دیگری انجام دهم. ما از او جسور نام میبریم. او مرد ازبک است که 5 سال در سوئد زندگی کرده است و ما میگوید که برای دریافت کارت هویت معتبر در سوئد چگونه از کمک آن مرد برخوردار شده است. دوستانم به من گفتند که بدون شماره اندازدهنده نمیتوانم اینجا کار کنم. مردی که میبایست به جسور کمک کند با روش بسیار آسان میتوانست اسناد هویت درست کند که در جامعه سوئد معتبر است. تنها چیزی که شما نیاز دارید یک ماشین استفاده شده و دسترسی به یک آدرس محل اقامت است. جسور با مردی که اسمش را ما اکمل میخوانیم تماس گرفت. مردی که میان ازبک های سوئد شهرت دارد. آنها برای یک ملاقات قرار گذاشتند. جسور به دستور اکمل عمل کرد و در زمان موعود در کتابخانه در سالنتونا در حوالی استکهلم حاضر شد. ما در سالنتونا ملاقات کردیم، در کتابخانه سالنتونا. فکر میکنم در طبقه دوم بود. او از من خواست که مدت اینجا منتظر باشم. گفت که میتوانم کار کنم، حساب بانکی باز کنم و انداز بپردازم. اما نگفت که چگونه این کار برای من انجام میدهد. بله، این معامله برای یک ماشین استفاده شده است که دروازه ورود به بازار کاری سوئد است. شخصی که می‌خواهد در اینجا کار کند به عنوان صاحب جدید این ماشین امضا خواهد گذاشت و ثبت نام خواهد کرد. ثبت نام صاحب نوی ماشین در فهرست وسایل نقلیه در سازمان حمل و نقل صورت می‌گیرد. این همان جایی است که در آن دری عقب وجود دارد. یک شهروند خارجی شماره تأمین اجتماعی سوئد را ندارد. این شماره برای ثبت مالکیت بر وسایل نقلیه لازم است. از این رو سازمان حمل و نقل شماره ویژه مالیات دهنده را از اجنسی انداز تقاضا می کند. شماره ویژه انداز دهنده برای خارجی ها همچون جایگزین برای شماره تأمین اجتماعی در سوئد خدمت می کند. چند هفته بعد شماره ویژه مالیات دهنده فراهم می شود. پیو برگمن از اجنسی انداز سوئد توضیح می دهد که چرا شماره ویژه انداز دهنده اینقدر ارزشمند است.
شما دریچه به حریم شویتسیا را باز میکنید. اینجا امکانی کار، باز کردن حساب بانکی، پیدا کردن جای زیست، خرید کالا را به دست میارید. هر چیزی که دلتان میخواهد. وقتی شماره تامین اجتماعی شویتسیا را داشته باشید، چیکار با آن میشود کرد؟ در موارد بسیار زیادی به آن احتیاج خواهید داشت. در همه این موارد میتوانید از شماره مالیات دهنده استفاده کنید. شماره ویژه مالیات دهنده شبیه شماره تامین اجتماعی شهروندان شوئد است، زیرا آن هم از تاریخ تولد تهیه شده است. تفاوتش این است که شما شماره 60 را به تاریخ تولد اضافه می کنید. مقامات شوئد برای تهیه این سند پول نمی گیرند، ولی چند نفر به ما گفتند که اکمل برای انجام این کار پول تقاضا می کند. آیا برای این کمک لازم بود که به او پول بدهید؟ 200 یورو بود آن زمان. حالا نمیدونم که چقدر میپردازند. برای چی کار شما به شماره مالیات دهنده نیاز دارید؟ من سعی کردم بدون شماره مالیات دهنده حساب بانکی باز کنم، اما نشد. بعد من این سند رو دریافت کردم از او. حالا قصد داریم بفهمیم که دامنه تجارت اکمل چقدر گسترده است. در چه مدت میشه این مثلا سامرس کار؟ 25 روز. بله. میشه بعد کار پیدا کنیم یا نه؟ من سامرس از هر کس میگه که مثلا سامرس نمر داشته که کار پیدا میکنی. وقتی که سامرس نمر گرفتیم باز میگه که تو حالی چی داشته باشی نگه. ولی بانکارت داشته باشی. باز بانکارت هم با کتی و سامرس نمری که از طریق موتر واز کردین گرفتین از کتی مرکت باز بسیار با مشکل بانکارت واز میکنه. بله. همه که بانکا واز نمیکنه. بکنه فقط او هم دقیقا بانکای گوشه و کناری از استکهلم ببینید. خود استکهلم واستر سخت است. بسیار خوب، بسیار خوب. پس من براتون باز دوباره زنگ میزنم. برای درک بهتری از فعالیت آقای اکمل ما از 3 نهاد دولتی شوئد اسنادی را تقاضا کردیم: از اگنتی حمل و نقل، اگنتی مالیات و اداره مهاجرت. اکمل ضمن انجام معامله جعلی ماشین سراغ جای زیستی را برای سمیر در اسناد ذکر کرده بود. این یک خانه 4 اتاقه در حوالی هسلبی در بخش غربی استکهلم است. حالا می‌بینیم که این آدرس بارها و بارها در برگه‌های درخواستی برای اگنتی حمل و نقل ظاهر می‌شود. چون شما ازبکستانی هستید، فکر کردم که شاید بخواهید به برخی از این اسناد مربوط به شهروندان ازبکستان نگاهی بیندازید. بله، خب این شناسنامه‌های شهروندان ازبکستان است. بله. به این شناسنامه‌های ازبکی نگاه کنید. این شمار زیادی از ماشین هاست که بین تعداد از صاحبان در خانه 4 اتاقه در هسلبی دست به دست می شود. حداقل 112 ماشین است در کل. بعضی از این ماشین ها هر 2 هفته از صاحب به صاحب دیگر می گذارد. از سال 2016 به این سو ما 1096 شماره ویژه اندازدهنده را از این سراغ می توانیم پیدا کنیم. وضعیت بدتر شده است. بازیگران فعالتری هم هستند، اما هیچ پیشرفت چشمگیر در کشف هویت‌های جعلی در جامعه مشاهده نمی شود. اندرس برکینگهم از مشهورترین متخصصان تقلب در بخش خصوصی است. او در دادگاه به حیث متخصص در این ساحه گماشته شده. ما از او خواستیم که با تحقیق ما آشنا شود. وقتی به اصطلاح فابریکه هویت نگاه میکنید، آیا میتوانید بگویید که تا چی حد سازمان یافته است؟ به نظر من بسیار خوب سازمان یافته است. حداقل از ابتدای سال 2016 هم شروع شده و هنوز هم خوب کار میکند. دست کم 1100 هویت در اینجا ایجاد شده است. بسیار منسجم است با درآمدهای هنگفتی که از راه جنایی به دست آمده سرچشمه جرم‌های سازمان یافته در شوئدسیا است. سعید میگوید که شماره مالیات دهنده خود را از راه قانونی دریافت کرده و نه از طریق کارخانه هویت سازی در هسلبی. اما او هنوز در نیمه راه است. از بس هنوز قرارداد دریافت نکرده نتوانسته از حساب بانکی باز کند.
اولین معاش مرا برای ماه دکبر به حساب یکی از دوستانم منتقل کردند. بعد گفتند که معاشم را فقط در صورت می توانند انتقال بدهند که من خودم برای خودم حساب بانکی باز کنم. من هنوز هم کار میکنم اما معاشم را دریافت نکردم زیرا من حساب بانکی ندارم. ما تمام سندها را همراه با عریضه ها برای تغییر مالکیت ماشین ها که از سال 2016 به این سو از سراغ هسلبی برای ثبت به اگنتی حمل و نقل ارسال شدند از نظر میگذرانیم. وقتی میبینید که کلمه ازبکستان چگونه نوشته شده است، پی میبرید که همه این اسناد با یک حسن خط و به دست یک نفر نوشته شدند. از ازبکستان، از ولایت قشقدریا. وقتی به امضاها نگاه میکنید، در برگه هایی که برای او تهیه شده است آنها متفاوتند. اینها به حروف سیریلیک نوشته شده، شکسته و مبهم به نظر می رسد. کسی به شیوه بسیار بدی سعی کرده از آن نسخه بگیرد، ولی این سیریلیک است. فکر میکنم این آغاز خیلی خوب است، ولی به نظرم باید با یک متخصص صحبت کنیم تا مطابقت امضاها را بسنجد، کسی که واقعا حرفه‌ای است. برای فهمیدن اینکه عریضه ها را اکمل پر کرده است یا نه، ما اسناد را به یک متخصص مستقل حسن خط در نروژ میفرستیم، ریدون ویلهلمسن. او به علاوه جایهای دیگر برای پلیس نروژ هم کار کرده است. سعید به ما میگوید که باید 1500 تا 2000 یورو در ماه دریافت کند، اما برای 5 ماه گذشته او از شرکتی که برایش کار میکند هیچ پول دریافت نکرده است. من معاش ماهی اولم را خرج میکردم این همه وقت. یک نفر هم از من قرضدار بود، مقدار پولم رو از او پس گرفتم. من پول اجاره رو از آن حساب میپردازم. هزینه های دیگر مانند خورد و خوراک، نوشیدنی و کارت وسایل نقلیه رو از معاش اولم میپردازم. سعی میکنم به این وضعیت خوب بگیرم. از طریق کارخانه هویت کارفرمایان به نیروی کار ارزان دسترسی می‌یابند. کسانی که آمادند در بدترین شرایط کار کنند. این نیروی کار غیر قانونی است، ولی در نگاه اول با توجه به وجود شماره مالیات دهنده قانونی به نظر می آید، چون که کارگران رسمی نیز شماره مخصوص مالیات دهنده دارند. دریافت شماره مخصوص مالیات دهنده از طریق معاملات جعلی و خودرفع کارگران غیر قانونی را به ظاهر قانونی می سازد. در صورت معرفی شماره مالیات دهنده مکانیزم نظارت بر بازار کار سیاه جواب نمی دهد. زندگی و کار کردن اینجا آسان نیست. شخصی که شماره مخصوصی مالیات دهنده دارد با چنین معاش کار نمی کند. آنها با این مزدی که ما میگیریم کار نمی کنند، خیلی بیشتر میگیرند. سعید فکر میکند که مقامات شویتسیا باید از افراد مانند او حمایت کنند تا آنها استثمار نشوند. من اصلا نمیفهمم. ما مثل شویتسیایی ها مالیات میپردازیم، اما مانند مردم شویتسیا از حمایت دولت برخوردار نیستیم. از آنجا که سعید دیگر حق قانونی کار در شویتسیا ندارد، باید با کارفرمای خود خیلی همکاری کند. حالا کار و زندگی در اینجا برایم خطرناک است. خطر اول نگرفتن معاش، خطر دوم احتمال بازداشت از سوی پلیس است. اگر بازداشت شوید ممکن است شما را اخراج کنند. در صورت اخراج از معاش خود محروم خواهید شد. iloji boricha shu ehtiyotda tushib qolgan, shuncha ishlagan oylik firmaga ham foyda bo'lib qolishi mumkin. اکثری 1100 نفری که طریق فابریک هویت اسناد درست کردند مردان می باشند. تنها 143 نفر زن.
ما با یکی از آنها صحبت انجام دادیم. در حال حاضر من نمیدونم چیکار کنم. 1 سال شد که وضعیت چنین است. هیچ پول دریافت نکردم. با شدت قرض دارم. پول خودم رو نگرفته قرضدار شدم. من جای زیست ندارم. کسی هم ندارم که کمکم کند. تنها هستم. سارا تقریبا 5 سال است که در شوئدیا به سر میبرد. تا 1 سال پیش او در یکی از بزرگترین دانشگاه‌های شوئدیا به حیث نظافتچی یا فراش کار میکرد. قرار بود آنها برای ساعت‌های کار اضافی به من 12% دیگر بپردازند. پولم را ندادند. حتی برای ساعت‌های کار معمولی کامل پرداخت نکردند. سارا به ما میگوید که او دستمزدی را که در روز اول توافق شده بود دریافت نکرده است. این شرکت باید به من حدودی 15,000 کرون پرداخت کند. من خیلی قرض زیاد دارم. من مزد کارم رو نگرفتم و خیلی بدهکار شدم. ما به آدرس های می رویم که آنجا افراد دیگری نیز همچون جزء از جامعه از نظرها پنهان شوئدیا هستند. در خانه در تومبا در بیرون استکهلم دست کم 8 نفر زندگی می کنند. ولی به نظر می رسد که کسی می خواهد افراد بیشتری را آنجا جای دهد. هر کسی که می بینیم با لباس کاری به خانه برمیگردد. هیچ کدام آنها جرأت ندارند جلوی کامرا صحبت کنند. ولی به ما می گویند که اجاره اتاق در اینجا 200 یورو در 1 هفته است. این افراد که کاری واقعی انجام می‌دهند ساعتی از 40 تا 80 کرون مزد می‌گیرند برای کارهایی که باید حداقل 2 برابر این پرداخت شود. بعد از چند هفته نتیجه های تحقیق حسن خط از نروژ رسید. ما بیش از 20 سند را برای تحقیق فرستاده بودیم. او این اسناد را با دقت و حرف به حرف تحقیق کرده است. متخصص به شباهت های جالب در شیوه نوشته حرف های کلان ا و h اشاره می کند. چند شماره هم به شیوه خاص نوشته شدند. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که بدون شبهه فردی که همه عرضه ها را برای اگنتی حمل و نقل نوشته اکمل است. اکمل مرد 35 ساله است که سالیان زیادی در شوئدیا زندگی می کند ولی شهروندی این کشور را ندارد. خانه 4 اتاقه در هسلبی را اجاره کرده است. او برای یک مورد آزار جسمانی و موارد زیادی رانندگی بدون مجوز در گذشته مجازات شده است. افرادی که با آنها صحبت کردیم میگویند به کمک افراد دیگر با اکمل شناس شدند. برخی دیگر میگویند که آدرس او را از رکلامه ها در سایت های اینترنتی پیدا کردند. به صراحت می توان دید که دریافت یک شماره مالیات دهنده از 300 تا 500 یورو هزینه دارد. اگنتی حمل و نقل می گوید که دریافت شماره مخصوص مالیات دهنده باید کاملا رایگان باشد. ولی برای کسانی که این خدمات را ارائه می دهند از 300 تا 500 یورو است. می بینیم که مشتریان اساسی این خدمات شهروندان روسیه، آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و کشورهای دیگر هستند. خب این آشکار است که نرخش چند است؟ بله، واقعا حتی میگویند که با فروش ماشین به قیمت 6000 کرون شخص میتواند شماره اندازدهنده بگیرد و یا ممکن است بگوید ما برای شما در عوض 3000 کرون شماره مالیات دهنده را فراهم میکنیم. اگر 1100 نفر که از 2016 هم به این سو شماره ویژه اندازدهنده گرفتند به اکمل این مقدار پول داده باشند، پس او در این مدت 2 میلیون کرون شویدی درآمد به دست آورده است. ما توانستیم تعدادی 476 شرکت را مشخص کنیم. در میان آنها زنجیره از هتل‌های مشهور، یک اگنتی بزرگی کاریابی و چند تالار همایش ها هستند. ولی مهمتر از همه شرکت‌های از 3 بخش عمده هستند: ساختمانسازی، پاککاری، طربخانه ها.
آنها هر چند وقت یک بار در پرونده های مختلف حقوقی ظاهر می شوند. مثلا رسوایی مربوط به بازار کار سیاه در مورد بیمارستان نیا کارولینسکا. اینها شرکت هایی هستند که فقط برای مدت کوتاه وجود دارند، مثل نوع از مگس که ماهی مای پرواز می کند. شاید برای 1 سال فعالیت کنند ولی بعد با قرض هنگفت ناپدید می شوند. ولی شرکت های بزرگ و جدی هم هستند. این شرکت ها با شوراهای شهری طبق قرارداد همکاری می کنند و نظافت و پاککاری مرکزهای خرید را به عهده دارند. نیمه از شرکت‌های موجود در فهرست ما بالاترین یا دومین نرخ اعتباری بالاترین را دارند. به گفته اندرس برگنهیم، در میان آنها ممکن است شرکت‌های نیز باشند که در کار روزمره‌شان ناقصی‌های وجود دارد. شرکت دی ایر مسئول نظافت یا پاککاری در بزرگترین مرکز خرید شوئیسر مال آف اسکاندیناویا است. دی ایر همچنین شرکت است با بیشترین تعداد کارمندی که از کارخانه هویت شماره ویژه مالیات دهنده دریافت کردند. بله این تومی است. در تارنمای شرکت نوشتند که بهترین نظافتکاران را در استکهلم دارند. می‌بینیم که 34 نفر از کارمندان آنها شماره ویژه اندازدهنده را از طریق کارخانه هویت دریافت کردند. سلام تومی، نام من یسیکا است و من در شبکه تیوی 4 کار میکنم. خوب. ما این موضوع را که چرا مردم زیادی از ازبکستان برای کار اینجا می آیند تحقیق میکنیم. شما از جمله شرکت های هستید که شماری زیادی از اتباع ازبک را استخدام کرده است. سبب چیست؟ شاید من فردی مناسب برای پاسخ دادن به این سوال ها نباشم. چی مسئله است؟ خب ما سبب های به اینجا برای کار آمدن شماری زیادی از شهروندان ازبکستان را تحقیق کردیم. شما یکی از شرکت های هستید که تعداد زیادی از شهروندان ازبکستان را استخدام کرده اید. خوب، من نمیدونم با چی کسی شما رو هدایت کنم. فکر نمی کنم که من فردی مناسب باشم که به این سوال ها پاسخ بدهم. ولی اگر شماره تلفن خود را با من فرستید، یکی رو میگویم با شما تماس بگیرد. باشد، اما شما مدیر عملیات هستید، نه؟ بله، دقیقاً. آیا شما خبر دارید که در میان کارمندانتان ازبک ها زیادند؟ اگر شماره خود را با من ارسال کنید، قول می‌دهم که 1 نفر با شما تماس میگیرد. سپس مدیر عامل تصمیم میگیرد که به سوالهای ما فقط از طریق ایمیل پاسخ دهد. هر وقت از اداره مهاجرت نامه رسیده که فلان شخص حق کار ندارد، ما سریعاً بدان عمل کرده و مطمئن شدیم که آن شخص دیگر برای ما کار نمی کند. تا جایی که میدونم ما کارکنان بدون اجازه کار نداریم. دیر میگوید که آنها بر اساس قرارداد معاش میدهند. عضو پذیرفته شده المیگا یک اتحادیه صنفی شرکت‌های خدماتی هستند و این سازمان با اداره مهاجرت همکاری می‌کند. مالک مرکز خریدی اسکاندیناوی یونیبل رادامکو وستفیلد میگوید آنها از این واقعیت خبر نداشتند که شرکت نظافتی کارگرانی را بدون اجازه کار استخدام کرده است. این چیزی نیست که من میتوانم. میدونید ما تامین کنندگان خود را خیلی خوب پیگیری میکنیم. من نگاهی به این موضوع میاندازم و دوباره با شما تماس میگیرم. البته این چیزی است که خبری از آن نداریم. ما در مورد تامین کننده های خود سختگیریم و تنها با شرکت های کار میکنیم که قراردادهای مستمر دارند و از قانون های شوئیسریا پیروی میکنند. اگر ببینیم یا بشنویم که هر کدام از شرکت های تامین کننده و یا پیمانکار جوابگوی معیارهای ما نیستند، بلافاصله موضوع را به آن مطرح میکنیم. شرکت نظافتی دیر تنها شرکت با ظاهر زیبا نیست که افراد را به سند جعلی شماره مالیات دهنده از کارخانه هویت استخدام کرده است. از 476 شرکتی که مورد بررسی قرار دادیم، 24 شرکت حتی با حکومت، مقامات و یا دولت شوئیسریا همکاری‌های دراز مدت دارند.
اگر شما بخواهید همانگونه که بسیاری از این شرکت‌های دوام می‌کنند از یک بازار کاری مناسب، از یک سیاست مناسب، از یک وضعیت اخلاقی مناسب دفاع کنید، پس خودتان نیز باید مساعدت کنید. در این مورد شما وظیفه خود را درست انجام نداده اید. Valet är ditt. Vi tar ansvaret. یکی از آن قراردادهای درازمدت و سودآور به شرکت نظافتی آلیانس پلاس تعلق دارد که کارمندانش پاککاری اداره پلیس مرکزی فرودگاه ارلند را به عهده دارند. در ماه ژانویه امسال یک نشریه شوئدی نوشت که چند از نظافتچیان ارلند روادید و اجازه کار نداشتند. دست کم یکی از آنها از طریق فابریک هویت که ما کشف کردیم در این نهاد استخدام شده است. این به هیچ وجه عمدی نبود. ما با شماره ویژه مالیات دهنده سندی که اگنتی انداز صادر میکند و توافقات کلامی با یک مسئول اداره مهاجرت تکیه میکردیم. آلیانس پلاس میگوید که شرکت آنها قضیه را تحقیق و افراد بدون مجوز کار را اخراج کرده است. نمونه دیگر نیو کارولینسک است. دست کم 8 نفر با سند اداره انداز از کارخانه هویت در شرکت‌های کار می‌کردند که ساختمان این بیمارستان را به عهده داشتند. چند از این شرکت‌ها حالا اعلام ورشکستگی کردند و صلاحیت تجاریشان باطل شده است. مشتری نیو کارولینسک شرکت استکهلم لانس لندینگ بود که حالا ریجین استکهلم نام گرفته است. این یک ساختمان بزرگ است. شرکت‌های زیادی اینجا کار می‌کنند. ظاهراً شرکت‌های خلافکار هم هستند که با فریب وارد محیط کاری شده اند. فکر می‌کنید برای پیشگیری از این موردها کارهای انجام داده اید؟ بله، چنین فکر میکنم. ما توافق داریم و در آن مشخصا آمده که پیمان ما شرکای بیمارستان شوئدیا مسئولیت ساخت و ساز را به عهده دارد. مسئولیت همه پیمانکاران فرعی نیز با آنهاست. آنها برای جلوگیری از تکرار این موارد گام‌هایی برداشته‌اند. هرچند شما مشخصا نمیتوانید بگویید، ولی نتیجه این است که شما در وضعیت دشوار با چند قهرمانی جرم و جنایت اقتصادی قرار گرفتید و این افراد به طور غیر قانونی کار میکردند. پس این یک توافق عالی نبود؟ توافق نامه عالی است. همه انجام دادند. ما تصمیم گرفتیم با مردی که اکمل نامیدیم تماس بگیریم. همان کسی که افراد ناامید و محتاج اسناد هویت جعلی برای کار در شوئدیا میلیون ها کرون فایده به دست آورده است. خود او منزل 4 اتاقه در هسلبی ثبت نام شده است. ما می‌دانیم که او از این کار دست نکشیده. تیر ماه امسال درخواست تازه به اگنتی حمل و نقل به همان حسن خط ارسال شده است. سرانجام با او از طریق تلفن تماس میگیریم. من دنبال چیزهایی میگشتم که نام شما را پیدا کردم. در بین افرادی که شماره مالیات دهنده گرفتند، آنها از آدرس شما استفاده کردند. بله، خوب. من میخواهم با شما صحبت کنم و نشان بدهم، چون که وقتی نگاه میکنم به نظر میرسد که شما به آنها کمک کرده اید. من به آنها کمک کردم؟ بله. من؟ نه، من این کارو نکردم. وقتی من به اسنادی که به اگنتی حمل و نقل ارسال شده است نگاه میکنم، جایی که آدرس شما در اسناد ذکر شده است میبینم که آن دقیقاً با همان حسن خط نوشته شده است که در گزارش فروش ماشین شما آمده است. این همان حسن خط است که در همه این اسناد آمده. همه آنها، همه مدارک مرا او گرفت، همه چیز را او گرفت. کیف و کاغذهای مرا او گرفت. او کسی است که کدام کار انجام داده است. من کار نکردم. فهمیدید؟ اکمل نخواست در مصاحبه شرکت کند و میگوید که بیگناه است. پشت پرده این همه فرد دیگری هم است. مردی که همکنون کشور را ترک کرده است. سارا زمانی که مزد کارش پرداخت نشد، شغل خود را به عنوان نظافتچی در دانشگاه ترک کرد. بدون پول و درآمد زندگیش خیلی دشوار شد.
вақте натавонистам пули иҷораро бидиҳам, ба маънои воқеии калима маро аз хона ихроҷ карданд. рӯзҳои зиёдеро дар хиёбон ба сар бурдам. гуруснагӣ кашидам. муддати зиёде ҳамом намекардам. бӯи бад мекардам. чӣ гуна як зан метавонад аз ин ранҷҳо ҷони солим ба дар барад? سارا میگوید زنانی که به شوئتسیا میآیند ممکن است با روش کاملا متفاوت با مردان استثمار شوند. ба ман гуфтанд ки агар як ҳафта бепул кор кунам ба ман шуғле пешниҳод мешавад. вақте он ҳафта ба охир расид, пеши ман ин интихобро гузоштанд ки ё бо раис ҳамхоба шавам ё бекор бимонам. шумо чӣ интихобе доред? бисёре аз занон сар ба зер меандозанд, ба фарзандонашон фикр мекунанд ва тан ба ин кор медиҳанд. бо ин вазъият канор меоянд. ин корро мекунанд чун чорае надоранд. онҳо барои таъмини фарзандонашон ба пул ниёз доранд, вале ман накардам. افرادی که با ما صحبت کردند در آرزوی زندگی بهتر به اینجا آمدند، ولی انتظاراتشان برآورده نشد. همه این به طور کلی یک جا با بازار کار سیاه چیز جز غلامداری با کمک نهادهای دولتی نیست. وقتی صحبت از کارخانه هویت به میان میآید، جایی که ما 1100 هویت جعلی را کشف کردیم، این برای مجرمان چه ارزشی دارد؟ خوب، دست کم 1 میلیون کرون شوئدی از هر شناسنامه در سال. این مصاحبه را به چه مبنای انجام میدهید؟ خوب، برای نوآموزان ببینید که برای تأمین یک فرد بیکار در شوئدسیا در سال چقدر پول صرف می شود. سال 9 میلیون یا هزینه بیشتری برای جامعه. و اون شرکت های خلافکار که هرگز انداز را نمی پردازند. پس دولت مجبور است واردی عمل شود. در اقدام بعدی از این هویت می شود بارها و بارها با اهداف دیگر نیز استفاده کرد. مثلا در خریدن ماشین و غیره که بر اساس آن باید مالیات پردازید ولی پرداختن نمی شود. اگر مصاحبه 1 میلیون کرون صحیح باشد، پس جعل هویت برای 1100 نفر من بعد برای جامعه شوئدسیا سالانه 1100 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. شماره اندازدهنده به ابزاری برای جرم‌های سازمان یافته تبدیل شده است. اگر ما در این زمینه بی‌پروا شویم و با دقت نظارت نکنیم، از آن سوء استفاده خواهد شد. می توانید چنین توصیف کنید که ما گویا به این امر کمک می‌کنیم. فقط یک نهاد دولتی وجود دارد که در این سوء استفاده از شماره ویژه اندازدهنده از طریق معامله‌های تقلبی ماشین امکان پذیر است. اگنتی حمل و نقل. حداقل 3 سال است که از ثبت نام مالکیت ماشین از طریق آدرس خانه در حسلبی سوء استفاده می شود. 1100 سند هویت برای این آدرس صادر شده است. دست کم 112 ماشین بارها به نام صاحبان دیگر ثبت شده است. هیچ یک از این خریداران خودرو هم گواهی رانندگی ندارند. چرا اگنتی حمل و نقل ارسال شماره های ویژه اندازدهنده به این سراغه را متوقف نمی کند؟ تغییر مالکیت خودرو جرم نیست. ارسال دوباره نامه شما هم جرم نیست. همین که کل این 1100 سند همه با دستخط یک نفر نوشته شدند سوال برانگیز نیست؟ بله، برای ما قضاوت کردن دشوار است که این شخص شاید بنیت خوب می‌خواهد به دوستان یا نزدیکانش در تهیه اسناد کمک کند. شاید کسی باشد که زبان را می‌داند، کسی که تجربه پر کردن اسناد را دارد و با مقامات نیز همواره تماس داشته است. این هم می‌تواند دلیل باشد. من در سایت های روسی آگهی های پیدا کردم. می توانم نشان بدهم. به صراحت و سادگی می گویند که برای دریافت شماره مالیات دهنده از اگنتی حمل و نقل خدمات را در عوض پول انجام می دهند. قیمتش را در این آگهی 3500 کرون نوشتند. من جای 5000 دیدم، جای 2000. شما این را می دانستید؟ نه، واقعا نمی دانستم. این را می توانید نگاه کنید. من یکی را با خود آوردم. نه، من نمیدونستم. این یک راه استفاده از شماست. آره، کاملا درست است، ولی هست مواردی که شما با اسناد درست می آید و در انتها شماره مالیات دهنده را می گیرید.
ولی این بچه‌ها هنوز هم شماره ویژه مالیات دهنده رو دریافت میکنند. همین ماه سپتامبر هم آنها از شما شماره ویژه مالیات دهنده گرفتند. خب همونطور که گفتم ما ارسال سند به این سراغ را متوقف نمیکنیم. ما فقط زمان پاسخی رد میدهیم که اسناد پیشنهادی کامل نباشد. بیشتر از این کار میتوانید انجام بدهید؟ نه، ما بر اساس مقررات عمل میکنیم. ما درخواست ها رو میپذیریم و بررسی میکنیم. ما چند گزینه داریم و از ابزارهای مختلفی کار میگیریم. اگر درخواست صحیح به نظر میرسد ما نمیتوانیم به آن پاسخی رد بدهیم. در ازبکستان دختر سارا اینک 5 سال است که مادرش را ندیده است. سارا دیگر نمیتواند به وطن برگردد. او از دولت شوئد درخواست پناهندگی کرده است و این امر جرم سنگین در ازبکستان محسوب می شود. جرمی که می تواند به حبس منجر شود. من فقط یک فرزند دارم، یک دختر. او را از زمان ختم مکتبش ندیدم. من نتوانستم در عروسی او شرکت کنم. وقتی کودکش را به دنیا آورد نیز کنارش نبودم. آنها درباره شرایط زندگی شما در اینجا چی فکر میکنند؟ آنها فکر میکنند که همه چیز خوب است. آنها از شرایط واقعی من خبر ندارند. من هم به آنها در این باره نمیتوانم چیزی بگویم.